ده حقیقت جالب درباره آلمان که نمیدونستی. سلام، به جرمن پلاس خوش اومدی. اگه فکر میکنی آلمان فقط بنز و نظم و هیتلره، باید بگم که قرار کلی چیز عجیب تر بشنوی. تو این ویدیو 10 تا از جالب ترین حقایق درباره آلمان رو با هم مرور میکنی. پس بزن بریم. شماره 1، بزرگراه‌های بدون محدودیت سرعت. بله درست شنیدی. در بعضی از بخش‌های اتوبان‌های آلمان، اتوبان، هیچ محدودیت سرعتی وجود نداره. هرچی ماشینت بکشه، میتونی گاز بدی. شماره 2، یکشنبه‌ها روز استراحت. تقریباً همه مغازه‌ها و فروشگاه‌ها توی آلمان یکشنبه‌ها تعطیلن. قانونیه، چون معتقدن باید خانواده و آرامش تو اولویت باشه. شماره 3، بیش از 20,000 قلعه. آلمان پر از قلعه است. از قرون وسطا تا قصرهای شگفت‌انگیز مثل نوعی شبانشتایی. مثل اینه که وسط یه داستان فانتزی زندگی می‌کنی. شماره 4، بطری به فروش پول بگیر. در آلمان وقتی بطری نوشیدنی تو برمیگردونی، پول میگیری. این سیستم اسمش هست فند و به بازیافت خیلی کمک میکنه. شماره 5، شهر قانون قرون وسطایی. یه شهری هست به اسم اسفین که هنوز یه سری قوانین قدیمی رو اجرا میکنه. مثلا صدای ناقوس کلیسا ساعت 5 صبح روشن میشه. شماره 6، بزرگترین جشن آبجو جهان. آلمان میزبان جشن اکتبرفت که هر سال میلیون ها نفر رو به مونیخ میکشونه. فقط آبجو نیست، فرهنگ، لباس سنتی و کلی موسیقی هم هست. شماره 7، قطارهای سریع، دقیق، بی‌نقص. قطارهای ICE آلمان از سریع‌ترین قطارهای دنیاست. تا 300 کیلومتر بر ساعت میرن و همیشه هم بخت شناسون. شماره 8، نمره 1 یعنی عالی. توی مدرسه های آلمان نمره 1 بهترینه و 6 بدترین، برعکس چیزی که ما عادت داریم. شماره 9، وقت شناسی در DNA آلمانی هاست. اگه یه آلمانی گفت ساعت 5 اونجاست، دقیقاً همون موقع میرسه. دیر رسیدن بی احترامی حساب میشه. شماره 10، عاشق آبجو هستن. آلمانی ها سالانه حدود 120 لیتر آبجو می نوشن، یعنی بیشتر از آب شاید. ولی خب کیفی چونم حرف نداره. اینم از 10 حقیقت جالب درباره آلمان. کدومش برات عجیب تر بود؟ حتما برامون کامنت کن و اگه به فرهنگ و زندگی در آلمان علاقه داری حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. تا برنامه auf Wiedersehen.